به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه روانشناسی شروع می‌کنم. ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی، نوشته مارشال روزنبرگ، ترجمه امیر کامران. ویراست سومش هستش که در اختیار منه و در ابتدا نوشته بیایید خودمان تغییری شویم که در دنیا جستجویش میکنیم. ارتباط بدون خشونت که در پشت کتاب توضیحاتی رو براش نوشته، من برای شما میخونم. ارتباط بدون خشونت NVC روشی تعاملی است که تبادل اطلاعات و حل صلح‌آمیز اختلافات را تسهیل میکند. ارتباط بدون خشونت بر ارزش‌های مشترک انسانی و نیازها تکیه می‌کند و افراد را به پرهیز از زبانی که سبب مقاومت یا کاهش عزت نفس می‌شود و استفاده از زبانی که سلامت را افزایش می‌دهد تشویق می‌کند. ارتباط بدون خشونت باور دارد که به جای ایجاد ترس، گناه، سرزنش و شرم، غنیسازی زندگی رضایت آمیزترین انگیزه برای انجام کارهاست و به عنوان هدف بر پذیرش مسئولیت فردی در انتخاب و افزایش کیفیت ارتباط تاکید دارد. این روش حتی وقتی طرف مقابل آن را نمی‌داند نیز مؤثر است. با ارتباط بدون خشونت شما خواهید دانست که هر کاری که هر کسی انجام می‌دهد تلاشی است برای تحقق نیازهای متحقق نشده. برای هر کسی تحقق نیازها از طریق همکاری سالم‌تر از رقابت است. به صورت طبیعی افراد وقتی که از روی میل در سلامت دیگران سهیم شوند لذت می‌برند. مهارت‌های ارتباط بدون خشونت به شما کمک می‌کند تا احساس گناه، شرم، ترس و افسردگی را از بین ببرید. خشم و ناامیدی را به ساختن اتحاد و مشارکت تبدیل کنید. راه حل‌هایی بر اساس امنیت، احترام متقابل و اتفاق آرا خلق کنید. نیازهای اساسی فرد، خانواده، مدرسه، جامعه و اجتماع را به روش‌های زندگی غنیساز تحقق بخشید. تکنیک‌های ارتباطی فعال مارشال روزنبرگ تضادهای بالقوه را به گفتگوهای صلح‌آمیز تغییر می‌دهد. شما تکنیک ساده‌ای می‌آموزید که مشاجره را خنثی می‌کند و ارتباط محبت‌آمیزی را با خانواده و سایر آشنایان خلق می‌کند. من خواندن این کتاب را نه تنها توصیه بلکه تاکید می‌کنم. نوشته دکتر جانگری، نویسنده مردان مریخی و زنان ونوسی، که در پشت جلد کتاب توضیح ایشون هستش. این کتاب از نشر اختران هستش که در تهران و چاپ نهمش در سال 1402 چاپ شده. این کتاب شامل یادداشت مترجم برای چاپ اول هستش، یادداشت مترجم بر ویراست سوم و یادداشت نویسنده. فهرست مطالبش هم شامل 16 فصل هستش که فصل 1 نثار از صمیم قلب، فصل 2 ارتباطی که محبت را مسدود می کند، فصل 3 مشاهده بدون ارزیابی، فصل 4 شناسایی و ابراز احساسها، فصل 5 قبول مسئولیت احساسهای خود، فصل 6 تقاضایی که زندگی را غنی می سازد، فصل 7 دریافت همدلانه، فصل 8 قدرت همدلی، فصل 9 ارتباط محبت آمیز با خود، فصل 10 ابراز کامل خشم، فصل 11 حل تعارض و میانجیگری، فصل 12 استفاده حمایتی از قدرت، فصل 13 آزاد کردن خود و مشاوره با دیگران و فصل 14 ابراز قدردانی در ارتباط بدون خشونت هستش. و سخن آخر و نظر مردم درباره NCV یا ارتباط بدون خشم، نظر خوانندگان ایرانی و درباره نویسنده توضیحاتی داده شده.
که من در ابتدا از مقدمه برای چاپ اول شروع میکنم به خوندن. مترجم آقای کامران این کتاب رو تقدیم به آقای خسروی کردن که فکر میکنم استادشون باشن. یادداشت مترجم برای چاپ اول. خواننده عزیز، مایلم تلاشی را که برای ترجمه دقیق این کتاب به کار بستم برایتان توضیح دهم. نویسنده در صفحه 2 کتاب انگلیسی می نویسد که متوجه نقش خاص زبان در برقراری ارتباط همدلانه شده است و الگویی را شناسایی کرده تا ما را قادر سازد که از صمیم قلب نثار کنیم. در متن اصلی کلمات و جملات ناآشنا وجود دارد و این ویژگی به متن فارسی نیز انتقال یافته تا بتواند بیانگر تفاوت الگوی جدید با شیوه کهنی که با آن آشنا هستی باشد. اصطلاحاتی از قبیل How do you do it don't I feel one avoid shooting yourself life enlightening communication و 2-3 تا جمله دیگه انگلیسی. این حالت در فارسی دوچندان شده است. من هم بر آن تاکید دارم. به همین سبب ممکن است خواننده فکر کند ترجمه درست نیست، در حالی که این زبان را گویای این تفاوت می‌دانم. مثلا جمله کسی مرا درک نکرد به صورت من درک نشده‌ام و جمله کسی حرف مرا گوش نمی‌کند به صورت من شنیده نشده‌ام در این الگو آورده می‌شود. برای وضوح بیشتر تفاوت زبان در این الگو با گفتگوهای مرسوم مایلم مثال دیگری نیز بزنم. آیا بیاد دارید به عنوان شاگرد از معلم خود سوالی کرده باشید و معلمتان پس از پاسخگویی پرسیده باشد آیا جواب سوالت را فهمیدی؟ با شنیدن این جمله چه احساسی داشتید؟ در این الگو معلم میتواند بپرسد توانستم پاسخ سوالت را بدهم؟ تمایز این دو جمله در پذیرش مسئولیت، عدم قضاوت و احترام به کرامت انسانی توسط گوینده است که از اصول این الگوی ارتباطی است. این کتاب وسیله‌ای برای معرفی ارتباط بدون خشونت است. علاوه بر مطالعه این کتاب، شرکت در کارگاه‌های بسیاری از مفاهیم را که به نظر غریب می‌آیند روشن می‌کند و برای درک عمیق‌تر و درونی کردن این فرایند می‌تواند کمک باشد. همانطور که نویسنده هم تاکید کرده است، آموختن این الگوی ارتباطی آسان اما درونی کردن آن گاه سخت و طولانی است. از این رو مطالعه این کتاب قدم اول برای فراگیری این الگوی ارتباطی است که تلاش مستمر و تمرین برای درونی شدن را می‌طلبد. در این الگوی ارتباطی چیزهایی را یاد گرفتم که برایم با وجود 15 سال شاگردی روانشناسی بسیار تازگی داشت. هرچند که بزرگترین ادعای مارشال روزنبرگ این است که هیچ چیز جدیدی ارائه نکرده است. برای مثال، اهمیت بیان احساس که با بیان افکار ممزوج شده است، مثلا در جملات احساس می‌کنم که مرا دوست نداری یا احساس می‌کنم که روز خوبی خواهد بود. ما بیان احساس نمی‌کنیم، بلکه افکار خود را با نام احساس اعلام می‌کنیم. به عنوان آغازگر این الگوی ارتباطی در ایران دوست دارم از بسیاری قدردانی کنم. از فرزانه ثابتان، سهراب روشن و تمام کسانی که به من روانشناسی و علوم اجتماعی را در ایران تدریس کردند. از سوزان، شری و تمام افرادی که امکان ادامه تحصیل در کانادا را برایم فراهم کردند. از دیوید، ربک، مونیکا و تمام آنانی که در دانشگاه اتاوا و کارگاه‌های متفاوت به من چیزهایی را دادند که فراتر از تصورم بود. از رپتا که NVC را به من معرفی کرد. مارشال، الکس و دوک که دانش خود را با من سهیم شدند و مفاهیم مبهم کتاب را برایم توضیح دادند. و مرکز ارتباط بدون خشونت که از هیچ گونه مساعدتی دریغ نکرد. از ملیحه روحانی و فرشته صبحانی که در ترجمه و اسپاران حسامی و سحر بپرم آبادی
که در آماده سازی این کتاب به من کمک کردند و بالاخره از نشر اختران که دانش و تجربه خود را با من سهیم شدند تا بتوانیم این الگوی ارتباطی را منتشر کنیم. برای رعایت قانون حقوق معنوی سازمان ارتباط بدون خشونت و احترام به تقاضای مشخص آنها، این الگوی ارتباطی را در ایران با نام زبان زندگی در کارگاه‌ها و کلاس‌ها ارائه می‌کنم. برای انتقال ارتباط بدون خشونت یا زبان زندگی به ایران تمام تلاشم را با تشکیل گروه‌ها و کارگاه‌ها و انتقال منابع مکتوب این الگو انجام می‌دهم. ولی همچنان شک دارم که روح کتاب مارشال و ارتباط بدون خشونت را در این ترجمه آنچنان که دوست داشتم انتقال داده باشم. مشتاقانه پذیرای مساعدت شما برای تکمیل این تلاش و آماده شنیدن آرا و دیدگاه‌های شما هستم. این متن را با جمله مارشال به پایان میبرم که در کتابش برایم نوشت: امیدوارم چیزی در این کتاب زندگیت را غنی کند و این آرزوی من است برای تمام خوانندگان این کتاب. امیر کامران. اما مقدمه مترجم بر ویراست سوم هم هستش که خالی از لطف نیست خواندنش. اولین ها می‌گذرند و خاطره می‌شوند و نیروبخش حرکت‌های بعدی. سال 1383 با تلاش برای ترجمه و انتشار اولین کتاب ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی و اولین کارگاه‌ها به اتمام رسید. سال 1384 با اولین چاپ کتاب ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی در ایران به یاری نشر اختران و جنی قورباغه خوبی باش به کمک انتشارات آموزش به پایان رسید و قدمی شد برای آشنایی مردم ایران با این الگو و مارشال روزنبرگ. در این سالها کتاب‌های متعددی از این الگو در ایران منتشر شده است و دیگر مارشال و نوع نگاهش به ارتباط و آرزوهایش برای کیفیت روابط انسانی برای هزاران نفر آشناست و هر روز تعدادی در گوشه و کنار کشور این الگو را به شیوهی تمرین می‌کنند. برخی را با تأخیر متوجه می‌شوم و از بسیاری هم به کلی بی‌خبرم. همه این تلاش‌ها قدمی برای رسیدن به کیفیتی از ارتباط همگانی که تحقق بخش نیاز همگان باشد که اگر این گونه شود شادی و رضایت درونی بخشی از تجربه هر روزه زندگیمان می شود. خبر مرگ مارشال روزنبرگ را در بهمن 1393 شنیدم و پایانی بود برای آرزویی که هم من داشتم و هم خودش، یعنی حضور در ایران و ارائه آموزش‌هایش به صورت مستقیم به ایرانیان و افسوسی شد که کاش میشد برای آرزوها کاری کرد. ویراست سوم کتاب به دستم رسید. با افزوده شدن یک فصل درباره حل تعارض و مقدمه‌ای که دیپاک چوپرا بعد از مرگ مارشال نوشته بود. انگیزه ترجمه مطالب جدید همراه شد با آنچه مدت‌ها در فکرش بودم، یعنی بازنگری کتاب و توجه به نکاتی که برخی دوستان برای روان‌تر شدن ترجمه متن پیشنهاد داده بودند. در اینجا دوست دارم بار دیگر از ملیحه روحانی قدردانی کنم، زیرا در زمان انتشار کتاب که با ویراستاری او ممکن شد، به تقاضای خودش نامش به عنوان ویراستار ذکر نشد و این فرصت را از دست دادم. آنچه در ویراست سوم می‌خوانید علاوه بر بازنگری کل متن کتاب که به کمک همه خوانندگانی که در طول این سالها پیشنهادها و سؤالهای خود را از یک مورد تا به صورت کامل برای چند فصل مطرح کردند به همت 2 نفر انجام شد: رضا بنی صدر و فاران حسامی. از همه خوانندگان و بالاخص این 2 همراه برای این کار بسیار سپاسگزارم که با دقت و صرف وقت بسیار به روانی و وضوح متن کمک کردند. تهیه فهرست کلماتی برای توصیف احساس‌ها تنها بخشی است که ترجمه مستقیم فهرست احساس در کتاب نبوده است و تلاش کردم هر کلمه ای را که ممکن است کسی برای توصیف احساس خود به کار گیرد
جمع‌آوری کنم و در طول این سالها با توجه به تجربه‌ام و مشورت همراهان برخی از کلمات فهرست ویراست دوم را حذف کردم و کلماتی به این فهرست در ویراست سوم افزودم. فهرست کلمات بیان احساس را لازم است هر فرد با توجه به ادبیات فردی خود برای توصیف حال درونی خود در هر لحظه تهیه کند. پس این فهرست فقط کمکی است برای آشنایی بیشتر با کلماتی که ممکن است توصیف حال درونی هر فرد بعد از برآورده شدن و نشدن نیازی باشد. در کتاب انگلیسی علاوه بر مقدمه دیپاک چوپرا فصل جداگانه‌ای برای حل تعارض و نظر تعداد بیشتری از خوانندگان غیر ایرانی اضافه شده است. به ترجمه ویراست سوم تعداد بسیار محدودی از تجربه‌های خوانندگان کتاب فارسی هم افزوده شده است تا شاید به دیدن تأثیر و برداشت خوانندگان فارسی زبان این کتاب و الگو کمک کند. همچنان از آشنایی با مارشال و نوع نگاهش خرسندم و انتقال آن را به ایران هدیه به این کشور و مردمش می‌دانم و امیدوارم کمکی باشد برای رسیدن به صلحی درونی و میانفردی و ابزاری برای خلق آرامش و رشد همگانی. اما مقدمه خیلی کوتاهی هم هستش از نویسنده. خواننده عزیز، با کمال مسرت دریافتم که به زودی امکان دسترسی به ارتباط بدون خشونت در ایران فراهم می شود. این فرایند زندگی مردم را در سراسر دنیا غنی کرده است. امیدوارم که شما نیز آن را مفید بیابید. امیدوارم که من و همکاران ایرانیم بتوانیم آموزش‌هایی را ارائه دهیم. امیر کامران، هماهنگ کننده ارتباط بدون خشونت در ایران است. سپاسگزار خواهیم بود اگر مایل به ترجمه منابع NVC به زبان فارسی هستید با ما تماس بگیرید. ما مایلیم با شما در ارتباط باشیم و راههایی بیابیم تا بتوانیم با هم همکاری مؤثرتری داشته باشیم. برای کسب اطلاعات بروز در ارتباط با NVC از سایت زیر دیدن فرمایید www.zabanzandagi.com. مارشال روزنبرگ. اما فهرست مطالب رو که برای شما خوندم و می‌ریم که توضیح کلی رو درباره ارتباط بدون خشم داشته باشیم. ارتباط بدون خشونت در طول 4 دهه و 60 کشور با فروش بیش از 1 میلیون کتاب و ترجمه به بیش از 30 زبان به یک دلیل ساده گسترش یافته است. کارآمدی. از اتاق خواب تا اتاق هیئت مدیره، از کلاس درس تا منطقه جنگی، ارتباط بدون خشونت هر روز زندگی‌ها را تغییر می‌دهد. NVC روشی ساده برای درک و شیوهی صلح‌آمیز و مؤثر برای رسیدن به ریشه خشونت و درد را فراهم می‌کند. با بررسی نیازهای برآورده نشده پشت آنچه انجام می‌دهیم و می‌گوییم، NVC به کاهش خصومت، شفای درد و تقویت ارتباطات فردی و حرفه‌ای کمک می‌کند. در حال حاضر NVC در شرکت‌ها، کلاس‌های درس، زندان‌ها و مراکز میانجیگری در سراسر جهان تدریس می‌شود و همانطور که مؤسسه‌ها، شرکت‌ها و دولت‌ها آگاهی NVC را با ساختارهای سازمانی و رویکردهای رهبری خود ترکیب می‌کنند، NVC بر تحول فرهنگی اثر می‌گذارد. بیشتر ما مشتاق مهارت‌هایی هستیم که کیفیت روابطمان را تقویت کند، حس ما را از توانمندی فردی عمق ببخشد یا خیلی ساده کمک کند مؤثرتر ارتباط برقرار کنیم. متاسفانه بیشتر ما از بدو تولد برای رقابت، قضاوت، درخواست آمرانه و تشخیص آموزش دیده‌ایم و با چه چیز درست و غلط است فکر کنیم و با مردم ارتباط برقرار کنیم. در بهترین شرایط روش‌های عادتی که فکر می‌کنیم و حرف می‌زنیم ارتباط را دشوار می‌کند و عدم درک یا ناامیدی خلق می‌کند. این روش‌ها ممکن است علت خشم و درد شوند و ما را به خشونت سوق دهند. حتی کسانی با بهترین نیت‌ها ناخواسته تعارض‌های بی‌پایان خلق می‌کنند.
MVC به ما کمک می‌کند به عمق برویم و کشف کنیم که چه چیزی درون ما زنده است و مهم و چگونه همه اعمال ما مبتنی بر نیازهای انسانی است که در پی برآورده شدن آنها هستیم. در این فرایند توسعه ادبیات احساس و نیاز را یاد می‌گیریم که کمک می‌کند آنچه را در هر لحظه در درون ما می‌گذرد به وضوح ابراز کنیم. وقتی نیازهایمان را درک و اعلام می‌کنیم، پایه مشترکی برای روابط رضایت بخش تولید می‌کنیم. بیایید به هزاران نفر در سراسر دنیا بپیوندید که با این فرایند ساده و در عین حال متحول کننده روابطشان را بهبود می‌بخشند. بعد نویسنده از افرادی که همراهش بودن در نوشتن این کتاب کمک گرفته قدردانی کرده که من ترجیح میدم این سفر برای شما نخونم و بریم برای پیشگفتار آرون گاندی، مؤسس و رئیس مؤسسه بدون خشونت M.K.گاندی. بزرگ شدن به عنوان رنگین پوست در افریقای جنوبی نژاد پرست در دهه 1940 چیزی نبود که کسی از آن لذت ببرد. مخصوصاً وقتی هر لحظه از روز رنگ پوستت را با خشونت یادآوری کنم. در سن 10 سالگی از جوانان سفیدپوست کتک خورده باشی چون تو را خیلی سیاه می‌دانند و از جوانان سیاه هم کتک خورده باشی چون تو را خیلی سفید می‌دانند. این تجربه آنقدر تحقیرآمیز است که می‌تواند هر کس را به سمت خشونت انتقام جویانه سوق دهد. از آنجا که به واسطه تجاربم بسیار خشمگین بودم، والدینم تصمیم گرفتند مرا به هند ببرند و مدتی نزد پدر بزرگم ماهاتما گاندی افسانه‌ای بگذارم تا از او بیاموزم که چگونه با خشم، ناامیدی، تبعیض و تحقیر ناشی از تعصب رنگ پوست کنار بیایم. در آن 18 ماه بیشتر از آنچه پیش بینی کرده بودم آموختم. تنها تأسفم این است که من فقط 13 ساله بودم و یک شاگرد معمولی. اگر بزرگتر بودم و کمی خردمندتر و کمی متفکرتر می توانستم بسیار بیشتر بیاموزم. اما هر کس باید از آنچه دریافت کرده خوشحال باشد و حریص نباشد. یک درس اساسی در زندگی بدون خشونت. چگونه می توانم این را فراموش کنم؟ یکی از بسیار چیزهایی که از پدر بزرگم ماهاتما گاندی آموختم درک عمق و وسعت بدون خشونت بود و تصدیق اینکه ما همه خشن هستیم و اینکه ما نیاز داریم تا تغییر کیفی در نگرشمان ایجاد کنیم. معمولاً ما خشونتمان را تصدیق نمی کنیم چون در مورد آن ناآگاه هستیم. باور داریم که خشن نیستیم زیرا تصور ما از خشونت دعوا کردن، کشتن، کتک زدن و جنگیدن است، کارهایی که افراد عادی انجام نمی‌دهند. برای اینکه این آموزه را کاملا درک کنم، پدر بزرگ مرا واداشت که شجره‌نامه خشونت را ترسیم کنم و از همان اصولی استفاده کنم که در ترسیم شجره‌نامه خانوادگی استفاده می شود. استدلال او این بود که اگر وجود خشونت را در دنیا بفهمم و بپذیرم، ارزیابی بهتری نسبت به بدون خشونت خواهم داشت و هر روز بعد از ظهر در تحلیل وقایع روز به من کمک میکرد. هر آنچه را که من تجربه کرده بودم درباره‌اش خوانده بودم، دیده بودم یا نسبت به دیگران انجام داده بودم، آنها را در درخت خشونت زیر شاخه جسمانی، اگر از نوع خشونتی بود که از قدرت جسمانی استفاده شده بود، یا زیر شاخه منفعل اگر از نوع خشونتی بود که سبب آسیب بیشتر عاطفی بود، طبقه بندی می کردیم. چند ماه بعد روی یکی از دیوارهای اتاقم پر از فهرستی از رفتارهای خشن منفعلی شد که پدر بزرگم آنها را موذیانه تر از خشونت جسمانی توصیف می‌کرد. سپس او توضیح داد که خشونت منفعل در نهایت در وجود قربانی خشمی به وجود می‌آورد که به عنوان فرد یا به عنوان عضوی از جامعه
با خشونت پاسخ می‌دهد. به کلام دیگر این خشونت منفعل است که به آتش خشونت جسمانی سوخت می‌رساند و تمام تلاش‌های ما را برای رسیدن به صلح بی‌ثمر می‌سازد. یا صلحی که به دست می‌آوریم موقتی است، زیرا ما این مفهوم را نمی‌فهمیم یا قدر نمی‌دانیم. چگونه می‌توانیم آتش را خاموش کنیم؟ اگر اول سوختی که این جهنم را روشن نگه می‌دارد قطع نکنیم. پدربزرگ همیشه نیاز به ارتباط بدون خشونت را با صدای بلند تاکید می‌کرد. کاری که مارشال روزنبرگ به نحو تحسین برانگیزی طی سالها در نوشته‌ها و سمینارهایش انجام داده و می‌دهد. با علاقه فراوان کتاب ارتباط بدون خشونت زبان زندگی نوشته جناب روزنبرگ را خواندم و عمق کار و سادگی راه حل‌های آن مرا تحت تاثیر قرار داد. همچنان که پدربزرگ می‌گفت هیچ تغییری در جهان واقع نمی‌شود مگر اینکه ما تغییری شویم که آرزو داریم در دنیا ببینیم. متاسفانه همه ما در انتظار تغییر افراد دیگر هستیم. بدون خشونت راهبردی نیست که امروز استفاده و فردا کنار گذاشته شود. چیزی هم نیست که شما را آرام و سر به راه کند. بدون خشونت القای نگرش‌های مثبت است که جایگزین نگرش‌های منفی مسلط بر وجود ما می‌شود. امروزه هر کاری که می‌کنیم برخواسته از انگیزه‌های خودخواهانه و مادی است. چه سودی برای من دارد؟ هرچه جامعه مادی‌تر باشد، فردگرایی شدیدتر است و متأسفانه هیچ یک از این مفاهیم منفی موجب ساختن خانواده، اجتماع، جامعه یا ملت همگون نمی‌شود. مهم نیست که ما در زمان بحران‌ها جمع شویم و میهن پرستیمان را با به اهتزاز درآوردن پرچم‌ها نشان دهیم. کافی نیست که با ساختن زرادخانه‌هایی که می‌توانند کره زمین را چند بار خراب کنند ابرقدرت شویم. کافی نیست که سایر کشورهای دنیا را با قدرت نظامیمان تحت انقیاد درآوریم، زیرا صلح بر پایه ترس بنا نمی‌شود. بدون خشونت یعنی به خیر درونتان اجازه دهید که ظاهر شود. به جای نگرش‌های خودمحوری و خودخواهی، حرص، تنفر، تعصب، شک و پرخاشگری که معمولاً بر تفکر ما مسلطند، تحت سلطه عشق، احترام، درک، قدردانی، محبت و توجه به دیگران باشید. اغلب میشنویم مردم میگویند این دنیا بیرحم است و اگر میخواهید زنده بمانید شما هم باید بیرحم شوید. حاضرانه بگویم با این مدعا مخالفم. این دنیا چیزی است که ما ساخته ایم. اگر امروز بیرحم است به این دلیل است که ما با نگرشمان آن را بیرحم ساختیم. اگر خودمان را تغییر دهیم می توانیم دنیا را تغییر دهیم و تغییر خودمان با تغییر زبان و روش‌های ارتباطیمان شروع می شود. من مطالعه این کتاب و کاربرد فرایند ارتباط بدون خشونت را که آموزش می‌دهد بسیار توصیه می‌کنم، زیرا این اولین قدم مهم برای تغییر در ارتباط‌های ما و خلق دنیایی پر از محبت است. آرون گاندی. اما پیشگفتاری از دکتر دیپاک چوپرا هم هستش که اون رو لازم می‌دونم برای شما بخونم. مؤسس مرکز سعادت چوپرا و نویسنده بیش از 80 کتاب که به 43 زبان ترجمه شدند، از جمله 22 کتاب پرفروش نیویورک تایمز. دکتر دیپاک چوپرا نویسنده کتاب محدودیت صفر هم هستند که من در ابتدای وایس های این کانال برای شما خوندم. هیچکس بیش از مرحوم مارشال روزنبرگ شایسته تجلیل ما نیست. کسی که مانند نام یکی از کتاب‌هایش زندگی کرد. سخن از صلح در جهانی پر تعارض. او به شدت به گفته یا هشدار عنوان فرعی کتابش آگاه بود. آنچه در پاسخ میگویی دنیای تو را تغییر میدهد. واقعیت شخصی همواره داستانی در بر دارد. داستانی که ما زندگی میکنیم. از شیرخوارگی شروع میشود و مبتنی بر زبان است. همین پایه رویکرد مارشال به حل تعارض می شود که مردم را به تبادل کلمه ها به شیوه عادی از قضاوت، سرزنش و خشونت سوق دهد.
چهره‌های درهم کشیده تظاهر کنندگان در خیابان‌ها که تصاویر نگران کننده‌ای را در اخبار عصر پدید می‌آورند، چیزی بیش از تصاویر هستند. هر چهره، هر فریاد و هر رفتار تاریخچه‌ای دارد. همه به شدت به تاریخچه خود دلبسته‌اند چون هویتشان را تثبیت می‌کند. بنابراین وقتی مارشال خواهان گفتگوی صلح‌آمیز است، همزمان خواهان هویتی تازه هم هست. او این حقیقت را به طور کامل درک کرده است. همچنان که درباره ارتباط بدون خشونت و نقش میانجی در ویراست جدید و سوم می‌نویسد، ما سعی می‌کنیم در حالی که خواهان تغییر اوضاع هستیم، نظام ارزشی متفاوتی را زندگی کنیم. در چشمانداز این نظام ارزشی جدید، تعارض‌ها بدون سازش کاری‌های خسته کننده حل می‌شوند. در مقابل، طرف‌های ستیزه کننده با احترام با هم مواجه می‌شوند. آنها درباره نیازهای یکدیگر پرس‌وجو می‌کنند و در فضایی عاری از هیجان و تعصب با هم مرتبط می‌شوند. نگاه کردن به دنیایی مملو از جنگ و خشونت، جایی که تفکر ما علیه آنها هنجار است و جایی که کشورها می‌توانند تمام قید و بندهای موجودات متمدن را برای انجام قساوت‌های غیرقابل تحمل بشکنند. یک نظام ارزشی جدید به نظر دور از دسترس می‌آید. در کنفرانسی از میانجی‌های اروپایی، فردی شکاک از رویکرد مارشال به عنوان رواندرمانی انتقاد کرد و گفت: به زبان روزمره در واقع از ما می‌خواهد خیلی ساده گذشته را فراموش کنیم و فقط دوست باشیم؟ چشماندازی که نه فقط در محدوده جنگ بلکه در هر پرونده طلاقی هم بعید است. نظام ارزشی در درون هر جهانبینی قرار دارد. داشتن نظام ارزشی نه تنها گزیر ناپذیر است، بلکه مردم به داشتن آن مباهات می‌کنند. سنتی دیرپا درباره دنیای پاداش و واهمه‌های همزمان جنگجویان وجود دارد. طرفداران نظریه یونگ به ما می‌گویند که کهن الگوی مارس، ایزد دمدمی مزاج جنگ که تعارض و خشونت را ناگزیر می‌کند، در ناخودآگاه هر کسی جای دارد، نوعی شرارت ذاتی. اما دیدگاه دیگری درباره ذات بشر وجود دارد که در این کتاب به شیوایی بیان شده است و لازم است مورد توجه قرار گیرد، چون در واقع تنها امید ماست. در این دیدگاه ما داستان‌هایمان نیستیم. این داستان‌ها افسانه‌های خودساخته‌ای هستند که از خلال عادت‌ها، اجبار گروهی، شرطی‌سازی‌های قدیمی و فقدان خودآگاهی بدون تغییر باقی مانده‌اند. حتی بهترین داستان‌ها با خشونت عجین هستند. اگر بخواهید از قدرت برای حمایت از خانواده‌تان استفاده کنید، خودتان را از حمله حفظ کنید، در مقابل تبهکاری بجنگید، از وقوع جرم پیشگیری کنید و درگیر آنچه جنگ خوب نامیده می‌شود باشید، شما نیز همنوای خشونت شده‌اید. و اگر تصمیم بگیرید کنار بکشید، احتمال زیادی دارد که جامعه به شما حمله کند و وادار به تحمل مجازات کند. به طور خلاصه، یافتن راه دیگر ساده نیست. در هندوستان الگویی باستانی برای زندگی بدون خشونت به نام آهیمسا وجود دارد که هسته مرکزی بدون خشونت است. آهیمسا معمولاً بدون خشونت تعریف می شود، اگرچه معنای آن از اعتراضات صلح‌آمیز مهاتما گاندی تا تکریم زندگی آلبرت شوایزر بست می‌یابد. آسیب نرسان می‌تواند اولین اصل اساسی آهیمسا باشد. آنچه مرا تحت تاثیر مارشال روزنبرگ که در 80 سالگی درگذشت، یعنی 6 هفته قبل از اینکه من این متن را بنویسم، قرار داد این است که او هر دو سطح آهیمسا را درک کرده بود: اقدام و هوشیاری. اقدام‌ها در صفحه‌های بعد به خوبی به عنوان اصول ارتباط بدون خشونت توصیف شده‌اند. بنابراین اینجا تکرارشان نمی‌کنم. بودن در هوشیاری آهیمسا بسیار قدرتمندتر است و مارشال این خصلت را داشت. در هر تعارضی او جانبداری یا از ابتدا توجهی نسبت به داستان‌های آنها نداشت.
با تشخیص اینکه همه داستان‌ها آشکارا یا نهانی به تعارض منجر می‌شوند، او بر روابط به عنوان پل روانشناختی تمرکز می‌کرد. این با اصل دیگری از آهیمسا مطابقت دارد. کیفیت توجه شما اهمیت دارد، نه آنچه انجام می‌دهید. تا جایی که به نظام قانونی مربوط است، جدایی زمانی است که دو طرف تصمیم گرفتند دارایی‌هاشان را تقسیم کنند. اما این از نتیجه هیجانی که دو طرف جدایی به آن رسیدند فاصله بسیاری دارد. با استفاده از نحوه بیان مارشال، خیلی چیزها گفته شده که دنیای آنها را تغییر داده است. پرخاشگری در نظام خود یا ایگو ساخته می شود. یعنی هرگاه تعارضی شکل می گیرد، کاملا بر من، به من، مال من متمرکز است. جامعه تظاهر می کند که از قدیسان و کسانی که عهد کرده‌اند به جای خدمت به خود به خدا خدمت کنند حمایت می کند. اما فاصله زیادی است بین ارزش‌هایی که از آنها طرفداری می کنیم و سبکی که به واقع زندگی می کنیم. آهیمسا این فاصله را با بسط آگاهی فردی پر می کند. تنها راه خاتمه دادن به همه خشونت‌ها رها کردن داستان خودتان است. هیچ کس نمی‌تواند کسی را که در دنیا تعلق شخصی دارد رستگار کند. این می‌تواند سومین اصل آهیمسا باشد، اما این جمله شبیه موعظه بنیادی مسیح بر فراز کوه است که حلیمان وارث زمین خواهند شد. در هر دو مورد مقصود تغییر اقدامات نیست، بلکه تغییر هوشیاری است. برای انجام آن شما باید مسیر الف به ب را بپیمایید و الف زندگی مبتنی بر درخواست‌های آمرانه پیوسته خود یا ایگو است و ب آگاهی عاری از خود. برای آنکه رو راست باشم باید بگویم هیچ کس به واقع تمایل ندارد آگاهی عاری از خود داشته باشد. از زاویه دید شماره 1 نگاه کردن به شماره 2 به نظر وحشتناک و غیر ممکن می آید. پیامد کنار گذاشتن خود ایگو چیست؟ آیا همه چیز به نتیجه بستگی دارد؟ وقتی خود ایگو کنار رفت، آیا شما منفعلانه مثل یک مبل کیسه‌ای معنوی در گوشه‌ای خواهید بود؟ جواب در میان لحظاتی است که خود شخصی به صورت طبیعی و خود به خود کنار می رود. این در لحظات مراقبه و یا خیلی ساده در لحظات خرسندی عمیق پیش می آید. آگاهی عاری از خود حالتی است که طبیعت، هنر یا موسیقی احساس شگفتی خلق می کند. تنها تفاوت در میان آن لحظات که ما می توانیم تمام تجربه های خلاقیت، عشق و بازی را اضافه کنیم و آهیمسا این است که آنها می آیند و می روند در حالی که آهیمسا حالتی ثابت است. این وضعیت آشکار می کند که داستانها و خودیها یعنی ایگویی‌ها که آن داستانها را سوخرسانی می کنند توهم هستند. یعنی الگوهای خلق شده توسط خود برای بقا و خودخواهی. پیامد آهیمسا بهسازی توهمات نیست. کاری که همواره خود ایگو با پول، مالکیت و قدرت در تلاش آن است. پیامد چیزی است که شما به دست می‌آورید تا آن کسی باشید که در حقیقت هستید. هوشیاری بالاتر به عنوان یک اصطلاح برای آهیمسا خیلی متعالی است. هوشیاری هنجار در دنیایی که هنجار به قدری ناهنجار است که کم و بیش معادل آسیب شناسی روانشناختی است. کلمه بسیار صحیح‌تری است. زندگی در این دنیا به هیچ وجه هنجار نیست. دنیایی که هزاران کلاهک هسته‌ای به سمت دشمن نشانه‌گیری شده و تروریسم به عنوان عملی مذهبی پذیرفته شده است و فقط این وضعیت هنجار و طبیعی است. از نظر من میراث کار مادام العمر مارشال که بسیار هم با ارزش است متحول کردن نقش میانجی نیست، بلکه نظام ارزشی است که او زندگی کرد که در حقیقت بسیار هم قدیمی است. آهیمسا لازم است در هر نسل دوباره یادآوری شود، چون ذات انسان بین صلح و خشونت دوپاره می شود. مارشال روزنبرگ ثابت کرد که وارد شدن به این سطح از آگاهی دستیافتنی است و وقتی به اختلاف می رسد خیلی هم عملی است. او رد پایی را جا گذاشته است که می توانیم دنبال کنیم. اگر از صمیم قلب به این موضوع علاقه شخصی داریم، مسیر را دنبال خواهیم کرد.
این تنها گزینه در جهانی است که ناامیدانه در جستجوی خرد و پایان دادن به نزاع است. دیپاک چوپرا. و من متاسفانه نتونستم این کتاب رو هنوز شروع کنم، ولی اینقدر پیشگفتارهای بسیار زیبایی بود که کلیات این کتاب رو برای شما نشان میداد که نتونستم نخونم. در انتها جمله‌ای از سمکین رو برای شما میخونم و کتاب رو تمام میکنم. هرچه بیشتر در قدردانی متبحر شوید، کمتر قربانی آزردگی، افسردگی و ناامیدی خواهید شد. قدردانی همچون اکسیری عمل می کند که به تدریج پوسته سخت انانیت، نیاز به مالکیت و کنترل را محو و تو را به موجودی مهربان تبدیل می کند. حس قدردانی کیمیای معنوی حقیقی را به وجود می آورد و ما را دارای روحی بزرگ و بلند نظر می کند. امیدوارم که این کتاب رو بگیرید و ارتباط بدون خشونت یا MVC رو مطالعه کنید و ارتباطهای بهتری در زندگی داشته باشید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.